امروز می‌خوایم با هم دیگه گل بادکنکی درست کنیم. اول بادکنک ماریمون این شکلی با چند باری می‌کشیم تا کشیدنش بهتر بشه. بعد با یه تلمبه بادکنک‌های ماریمون رو باد می‌کنیم. و بعد شروع می‌کنیم. اول یه همچین حالت هشتی درست می‌کنیم. حالا این شکل درش میاریم. حالا به اندازه همین بر سایز می‌زنیم به همون گل برقامون اینجوری با پیچونی همون تنش در اومد یه مقدار تنش اضافه میمونه. اون رو میتونیم به این شکل یه مایه سبز رو باید این از گل بادکنکیمون من یه 2 تا برگم براش درست کردم این شکلی. از این گلا درست میکنیم. تعداد گلی که دوست داشتید میتونید درست کنید. بعدش میخوایم پاپیون درست کنیم که پایین کار ببندیم. با یه تیکه نخ نامردی پایینش رو به هم میبندم. حالا نوبت میرسه به پاپیون بادکنکی. یه مقدار بادکنک ماریتون رو بکشین تا کش بیاد. اینجوری راحت‌تر باد میشه و خیلی قشنگ‌تر یه دست داره. شروع میکنیم به باد کردن. از این قسمت جدا میکنیم. خوب بکشیم. بعد یه قسمت کوچیک پینچ برمی‌داریم. دوباره سایز میزنیم انتهای بادکنکمون. از اینجا هم باید که بکشیم. سر انتها دو تا به هم دیگه میتونیم تاپ بدیم. حالا نوبت میرسه به اینه که میریم وسط بادکنک و میکشیم. و بعد این مثلا من دوباره یه پیش دیگه میدم. من این مثلا پیش دیم این دو قسمت در کنار هم قرار میگیرن. این دوتا اینجوری و این گردالی هم میفته وسط. این میشه دور در واقع